من یک ویدیو گذاشته بودم راجع به این که اگه سرمایه کمی دارین و سرمایه قابل توجهی ندارین، یه جورایی تنها راه یا بهترین راه برای اینکه بتونیم به یک موفقیتی داخل این بازار برسیم پرافرم ها. حالا بعد از اینکه من اون ویدیو رو گذاشتم، حالا از سر اینکه خیلی از شماها به من اعتماد دارین، رفتین دنبال اینکه آقا حالا یک پراپ خوبی رو گیر بیارین که بتونین باش کار بکنین. و این مسئولیت من داخل خودم دیدم که وقتی اومدم به شما گفتم که آقا بهترین راه پرافرم ها و پراپ ها هم یک دنیایی هم پر از کلاهبرداری، بخوایم با هم صادق باشیم، گفتم بیام یک ویدیو دیگه بگیرم، یک سری نکات رو بهتون بگم که باید بدونید اون نکات رو. چطوری عزیزا دل، خوش اومدیم به ویدیو امروز. داخل ویدیو اول یک مرور جزئی بخوایم داشته باشیم که چی گذشت. گفتیم که آقا شما اگه بخواین حالت عادی با $40 $70 $100 معامله بکنید به هیچ جایی نمیرسید، چرا که مباحث روانشناسی مباحث روانشناسی اجازه نمیدن شما بتونید اون پول رو رشد بدین. حالا خیلی وارد جزئیات نمیشم، اگه دوست داشتین حتما برین خود اون ویدیو هم ببینید، ولی مسائل روانشناسی نمیذارن شما بتونید مدیریت معامله انجام بدین. مدیریت معامله هم نداشته باشین دیگه رسما تریدر نیستین و 100% حسابتون میره به سمت کال شدن. گفتیم به جای اینکه اون $70 و $50 رو بیاریم بذارین داخل بازار، با اون یک پراپ خریداری بکنید، چرا که یه سرمایه قابل توجهی بهتون میدن. از $3000 تا حدوداً داخل پراپ های ایرانی معتبر تا 50k میدن. خب تا 50k بهتون میدن، یه سرمایه خوبیه که میتونید باهاش بشینید کار بکنید و درست درمون پول در بیارین. چرا که شما یه استاپتون داخل پراپ ها، یعنی مثلا یه حساب 5k داشته باشین، اندازه کل سرمایه‌تونه. یه آربار 2 بگیریم با $100 سود میایم بیرون، در حالتی که داخل حساب اصلی خودتون کلا سرمایه‌تون $50. قبل از اینکه برسیم سراغ ویدیو، من چند تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. اینکه کانال تلگرام رو اصلا فراموش نکنید، داخل کامنت اول پین شده. به شدت موقعیت‌های معاملاتی جذابی داخلش قرار داره، تریدهای جذابی داخلش قرار داره که میتونید ازشون استفاده بکنید. نمیشه عضو کانال کلا باشید و پول در نیارین. یه ویدیو از بازدهیاش ساختیم که به شدت جذاب بود. بازدهیاش داخل کامنت اول پین، دوست داشتین حتما یه سری بهش بزنید. دنبال یه استراتژی خوبین، استراتژی NDS داخل همین یوتیوبمون پلیلیستش هست کاملا رایگان. سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگوله بغل سابسکرایب هم یادتون نره. ویدیو رو هم به چند نفر معرفی کنید که همه راجع به این داستانو بدونن و کسی الکی یهو نره سمت پراپا و به پراپ بدی بر بخوره و اون وقت سرش کلا بره و خودش بمونه و پول رفتش و افسردگی. یک نکته دیگه که خیلی جذاب راجع به پراپ ها رو با هم دیگه ببریم جلو که شما یک ایده‌ای هم راجع به این داشته باشین. یکی دیگه از دلایلی که من میگم پراپ به شدت خیلی چیز معقول و خوبیه اینه که بچه‌ها ببینید، برای مثال شما یک حساب 10k دارید. حساب 10k 12% درودان بخوره اصولا حساب رو ازتون میگیرن. یعنی چقدر میشه؟ $1200. یعنی $1200 درودان بخورید اون حساب رو ازتون میگیرن، در حالتی که شما فقط حدوداً $80-90 پول اون حساب 10k رو دادین. یعنی شما $80-90 دادین، ولی اگه $1200 ضرر بکنید تازه اون حساب 10k رو ازتون میگیرن. آقا یعنی جمعاً شما کلا $80-90 ضرر کردین، در حالتی که داخل خود پراپ شما $1200 ضرر دادین. یعنی یک جورایی اصلا بگیم $100 $1100 سیو کردین پولتونو و میتونید با اون مثلا $200، حالا میگم بازم زیادش بکنیم بگیم مثلا $100 هم باشه حساب 10k، حدودا 12 تا پراپ میتونین بخرین که داخل هر کدومشون $1200 میتونین ضرر بدین. یعنی چی؟ یعنی اگه سرمایه خودتون بود یه $10,000 خودتون داشتین که داشتین باش ترید میکنین، $1200 ضرر کرده بودین، در حالتی که با پول پراپ شما صرفا اون پولی که به خرید چالش دادین رو لوز میدین و تو اونم میگم $80-90 داخل یه حساب 10k. برای همین موضوع به نظر من پراپ فرم ها جذابیت خیلی زیادی دارن که آدم بخواد مشتاق این باشه که باشون همکاری داشته باشه. خب برسیم سراغ مبحث این که از چه پراپی استفاده بکنیم و از چه پراپی استفاده نکنیم. یک چیزو خیلی صادقانه میخوام اینجا بهتون بگم، اونم اینه که داخل دنیای پراپ فرم ها حقیقتا پر از کلاهبرداریه. پراپ هایی که سودتون رو بهتون نمیدن، پراپ هایی که با بهونه های مختلف اگه چالش رو قبول بشین حالا بهونه میارن دبه میکنن و حساب ریل رو بهتون نمیدن و از این قبیل داستانایی که داخلشون وجود داره. میگم به شدت اینجور پراپا زیادن، کم هم نیستن. در واقع داخل کل دنیا، داخل
همه چی ما کلاهبرداری داریم، اگه حواستون نباشه حتی داخل خرید گوجه و میوه هم ممکنه یکی بیاد و سرتون کلاه بذاره و در کل میوه های بدی بهتون. اونطوری که بهتون گفتم من پراپی رو بهتون معرفی نمی‌کنم، این راه رو بهتون نشون دادم، در واقع کس خاصی هم نیستم که بخوام راهی رو بهتون نشون بدم، نظر شخصیمو یه جورایی گفتم، درسته؟ در واقع نظر شخصیمو گفتم و گفتم آقا این راه از نظر من درسته، حالا اگه بخوای بری این راه بهتره تا اینکه با $70 $100 خودت بخوای ترید بکنی. ولی دیگه اینو که بهت گفتم، این پیدا کردن پراپ خوب رو میذارم به عهده خودتون و بهتره که خودتون دنبال یک پراپ خوب بگردین، خوبم بگردین، چون که همونجور که بهتون گفتم کلاهبرداری داخل این داستان پراپ فرم ها به شدت زیاده. یک سری نکاتو میگم که شما بدونید و خوبه که حتما مد نظر قرار بدین این نکات رو برای اینکه بخواید با یک پراپ کار بکنید. اولین نکته 100% بهتون گفتم راجع به پراپ فرم ها تحقیق کنید، یعنی راجع به هر پراپی که میخواین باش کار بکنید یا حالا هر پراپی که نمیخواین کار بکنید و کلا پراپ ها تحقیق بکنید، ببینید چی هستن، چجوری کار میکنن. راجع اون پراپی هم که حتما میخواین باش کار بکنید با یه تحقیقات دیگه خیلی زیادی انجام بدیم که ببینید آقا پراپ معتبری هست یا نه. اول اینکه راجع به خود پراپ تحقیق میکنید، دوم اینکه حتما ببینید از آشناهاتون، دور و بری‌هاتون، مردم کسی از اون پراپ راضی بوده یا نه. اگه خب کسی از اون پراپ راضی نباشه 100% پراپ خوبی نیست و باید بزنیدش کنار. حتما برید ببینید که آیا کسی از اون پراپ راضی بوده یا خیر. نکات بعدی اینه که ببینید آقا کسی از اون پراپ برداشت داشته، درسته، تونسته برداشت بزنه، اگه برداشت زده چه مبلغی بودی، چون یک سری از پراپ ها سود خیلی زیادی که بکنید یهو بهتون نمیدن، یعنی مثلا سود چند هزار دلاری در بیارین و همچین داستانه یهو دیگه پول رو بهتون نمیدن، دبه میکنن و پول رو میخورن و میرن. این نکته رو حتما حواستون باشه، چون دادن سود مثلا $2000 $3000 $10000 $5000 خیلی فرق داره با اینکه $20 $30 $40 رو بخواد سودتون رو بهتون بده. نکته بعدی اینه که حتما راجع به قوانین پراپ ها بخونید عزیزای دلم، راجع به قوانین پراپ ها حتما بخونید و همینطوری نرید یک پراپی رو بخرید. چرا که خب پراپ ها درودان دارن، پراپ ها روز پاس شدن دارن، یعنی یک سری پراپ ها داخل 5 روز میتونی پاس بکنی، یک سری پراپ ها رو داخل 1 روز میتونی پاس بکنی، یک سری پراپ ها به غیر از این محدودیت تایمینگ داخل روزها و زمانی که شما فرصت دارین پراپ رو پاس بکنید محدودیت زمان داخل خود معامله هم دارن، یعنی میگن که آقا حداقل معامله تو باید 10 دقیقه باز باشه، حداقل معامله تو باید 5 دقیقه باز باشه. اگه یک معامله رو باز بکنی و 30 ثانیه بعد ببندی ترید قماری حساب میشه و حساب رو بهت نمیدیم. از این قبیل چیزها به شدت زیاده. میگم محدودیت داخل روزهای پاس شدن، محدودیت داخل زمان معامله، محدودیت داخل تعداد معامله. مثلا یک سری پراپا میگن حداقل باید 4 تا معامله داشته باشی، یه سری‌ها میگن تو یکی میتونی پاس بکنی، یک سری‌ها میگن 2 تا. حتما راجع به قوانین پراپ ها بخونید. من حتی پراپی رو دیدم که محدودیت داخل سود کردن داشت، یعنی آقا داخل یک معامله بیشتر از نصف حساب نباید بیشتر سود بکنید، یا شما داخل پاس کردنش نباید خیلی اون سودتون از اندازه چالش بیشتر بشه. برای مثال داخل یه حساب سکه‌ای شما باید $240 خب سود بکنید که بتونید حساب رو پاس بکنید. اگه مثلا اون بشه $300 سودتون، حساب رو بازم بهتون نمیدن، میگن ترید قماری داشتین. نکات به شدت زیادی وجود داره، حتما حواستون باشه تا سرتون کلاه نره. یک پراپ معتبر رو پیدا بکنید و با همون شروع بکنید به کار کردن. در کل امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و اطلاعات مفیدی رو تونسته باشم بهتون انتقال بدم. این بود از مبحث پراپا، در واقع پارت دوم. حتما کانال تلگرام رو فراموش نکنید، کانالی پر از موقعیت‌های معاملاتی فوق‌العاده که اصلا نمیشه عضو کانال تلگرام باشید و پول در نیاره. یه کانال کریپتو داریم، یه کانال فارکس، داخل کامنت اول هم واسهتون پینش کردم. به شدت کانال جذابیه. اگه دنبال یه استراتژی خوب هستین، استراتژی NDS پلیلیستش داخل هم یوتیوبمون هست، یک سبک نوین و به شدت جذابیه. سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگوله بغل سابسکرایب رو فراموش نکنید. مخلص مراقب خودتون باشید.